دوستی بهتر و درآمد به روسیه رفت و خانه‌اش را در وحدت به اجاره داد، ولی آن هم به کام آتش رفت. گروه کاری مقامات اجرایی کننده دولت شهر وحدت کاربری نموده هستند تا اینکه ضرر رسیده را معاین نمایند. خبرنگار نورانگیز رستمزاده میگوید با وجود آماده کردن همه سندهای ضروری، محافظان و مقامات مانع ثبت گزارش در مسجد مرکزی دوشنبه شدند. ابله در اوکراین چگونه میگذرد و چرا برخی جوانان اوکراینی آماده هستند با نرخ جان خود از سفربری به ارتش فرار کنند؟ این قانونشکنی باید جزای جنایی داشته باشد. در این زمان تنها جوابگری مأموری است. فکر میکنم در این زمان برای دولت این کافی نیست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سنجش حادثه سوختار در یک بلند آشیانه نوساخت شهر وحدت را آغاز کرده است. فرضیه پیشکی سوختاری که در آشیانه آخرین بنا استقامتی 6 طبقه شب شنبه به یک شنبه رخ داد، رسیش ناقل ها گفته می شود. خبرنگاران آزادی میگویند فرضیه ترک شکست تصدیق نشد. چی حادثه روی داد و ساکنان بینایی که 8 سال پیش به استفاده داده شده است چی حال دارند؟ همکارانم علیشیر ظریفی و شهلا عبدالله گزارش میدهند. همه چی خیلی وجود چیزی که است مقصد معلومه. همه چی سوختگیه. همه چی سوختگیه. در پای سوختار از این منزل تقریبا چیزی باقی نمانده است. صاحب خانه در روسیه بوده، منزلش را به اجاره داده است. با ما زنگ زدن رسیا که خیلی حادثه شده، ما خیلی اومدیم. نه خیلی معلوم دیگه چی دیگه. از کجا خیلی اومدید؟ این نورآباد. منزلی ساکنان دیگر هم در این آشیانه چنین احوال دارند. در اینجا 6 خانواده زندگی می‌کردند. بعضی ساکنان در آشیانه پنجم نیز خود را جبر دیده می‌دانند. هنگام خاموش کردن علنگه آتش به منزل آنها آب درآمد. این مهاجر افغان در آشیانه پنجم به سر می‌برده است. میگوید در این منزل اجاره‌اش حالا زندگی کردن امکان ندارد و مجبور است شب را در خانه نزدیکانش روز کند. در خانه خواب بودیم 11 بجه شب خواب بودیم که صاحب خانه و صاحب بلاک ما را خانه ما را زد که برای اینکه بلاک سوخته گفته. ما برآمدیم تا 4:30 بجه روز در اینجا گشتیم. ساکنان بینا میگویند تا حال مقامات درباره تقدیر منزل‌هایشان به آنها شرح ندادند. اما مسئولان حکومت وحدت میگویند جبردیده‌ها نباید نگران باشند. با معلوم کردن زیان یا خسارات مسئله تعمیر منزل‌هایشان را به میان خواهند گذاشت. از روی مساحت معین کرده شده 450 متر مربع معین شده است و با 6 منزل استقامتی ضرر رسیده است. این زمان گروه کاری چطور قید کردن گروه کاری مقامات اجرایی کننده دولت شهر وحدت کاربری نموده هستند تا اینکه ضرر رسیده را معاین نمایند. این مسئول حکومت وحدت تاکید نمود که به جبردیده‌هایی که منزل خود را سقوط کردند کمک میکنند، ولی تا حال کسی سند پیشنهاد نکرده است. مقامات هنوز سبب سر زدن سوختار را رسما شرح ندادند، ولی بعضی از کارمندان خدمات آتش‌نشانی و مقامات شهر وحدت که در جای حادثه حضور داشتند در صحبت با رادیو آزادی گفتند معلومات اولیه نشان می‌دهد که سوختار از حساب تجهیزات برقی رخ داده است. سالهای اخیر بارها از ترکش ظرف گاز یا به هم رسیدن سیم برق در خانه‌های مردم در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان و فوت و آسیب دیدن ساکنان گزارش شده است. مقامات در گذشته چنین حادثه‌ها را بر رعایت نشدن قاعده‌های بی‌خطری ربط دادند. خبرنگاری بخشیداری صدای آمریکا در تاجیکستان از رفتار غیر قانونی خادمان حفظ قانون و هم مانع شدن آنها به اجرای وظیفه‌های کسبی او شکایت کرده است. نورانگیز رستمزاده روز دوشنبه در شکایت به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و رئیس دستگاه ریاست جمهوری آزاده رحمان گفته است جمعه گذشته 14 اپریل زمانی که با اجازتنامه کمیته دین در مسجد مرکزی نماز جمعه را ثبت می‌کرد با رفتاری دغلانه کارمندان حفظ قانون روبرو شد. همکارانم سرویناز روح‌الله و نگاره فضل‌الدین در صحبت از نورانگیز رستمزاده نخست خواستند که جزئیات حادثه را نقل کند. پیش من آمدند و گفتن که باید کامرام رو خاموش کنم و فیلم برداری نکنم. وقتی که پرسان شدن برای چی، اونها گفتند که اینجا یک نمود کسایی می آیند که
باید که تو آنها را نواربرداری نکنیم. اجازتنامه ما را از وزارت کارهای خارجی که برایم داده بودن اکریدیتاسیا را نپذیرفتند و گفتن اینجا این چیزی تو کار نمیآید و حتی براشون مکتوبی که من آماده کرده بودم به یک مقامات دولتی به کمیته دین من گفتم که نمیخوام من مکتوب آماده کردم پیشنهاد کردم اونها این چیز را قبول نکردند پیش ما رو میگیرن تله میدادند این دغل گفتاری میکردند و دیگر نتوانستم راستی گپ و مجبور شدم که از همون جای حادثه بود ترک کنم دیگر فیلم برداری همون 3-4 کادر از راه که مردان برای عمومی کادرهای عمومی گرفتن تمام. نورانگیز بعد از این قضیه شما چیکار کردید؟ به کجا مراجعت کردید؟ یک نسخه عریضه شما در شبکه اجتماعی فیسبوک هم نشر شده است. قسمت مهمی است که من همچون زن این حالت هیچ وقت بخشیده نمیتوانم و من عریضه هم آماده کردم و به وزارت کارهای خارجه پیشنهاد کردم و باید که این عریضه در آنجا بررسی شده به وزارت کارهای داخلی پیشنهاد کرده شود. به کمیته دین به سخنگوی این کمیته هم در علاقه شدم و گفتند که میتوانید اگر به کار شما میخواد چی کرده باشند مانع ایجاد کرده باشند میتوانید که عریضه شکایتی کنید و من عریضه کردم و در حالت ضرور بودن همون مکتوبی که امضا شده است میتوانند با کمیته دین وزارت کارهای خارجه داخله درخواست کنند که همون مکتوبی ما رو پیشنهاد کنند. نامه با نام رئیس دستگاه آزاده رحمان چی هدف داشت؟ اصلا برای چی من این نامه رو نوشتم برای که من هیچ هم تحمل کرده نمیتوانم که نسبت یک زن در کشوری که رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک زن موفق است به مثال آزاده رحمان که او را نه تنها در کشور در تمام جهان میدانند با یک زن خبرنگار چنین رفتار میکنند. و ساعت بعد ثبت این صحبت نورانگیز رستمزاده خبر داد که مقامات بلندپایه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او را به صحبت دعوت کرده وعده دادند که خادم میلیسه که چنین رفتار کرده است جزا میگیرد. فرار از ارتش با نرخ جان و یا در اوکراین همانهایی که از سفربری فرار میکنند زیاد هستند. در 1 سال و 2 ماهی که روسیه علیه اوکراین می جنگد شماری از اوکراینی های سینی خدمت گفتند که خواهش ترک کشور را دارند. در بازار سیاه نیز راه‌های غیر قانونی خارج شدن از اوکراین به وجود آمده است. در این باره گزارش تلویزیونی نسته شورمی است که همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم میکند. ترک کشور در دوره جنگ توسط کوه و دریا و جنگل‌ها. خدمات مرزبانی اوکراین از آغاز جنگ ده‌ها هزار مرد سن مناسب به خدمت را دستگیر کردند که با هدف فرار از سفربرکنی و یا موبیلیزاسیا قصد داشتند اوکراین را ترک کنند. وقتی مردم به خصوص در فصل زمستان و شرایط خیلی دشوار آب و هوا توسط بلندکوه‌ها غیر قانونی تلاش عبور مرز را می‌کنند باعث به مرگ آنها می‌شود. اما با وجود جای داشتن این خطرها استفاده کوه و جنگل و دریاها برای عبور مرز راه معمول‌ترین می‌ماند. آنهایی که از خدمت حربی سرکشی می‌کنند برای رهبلدان محلی تا $2000 می‌دهند اما باز هم کسی برایشان کفالت سفری به خطر را نمی‌دهد. وقتی به سرحد نزدیک شدم راهبلد به همراهش میگوید که 1 کیلومتر دورتر پاسگاه مرزبانی است و او باید از میدان دویده گذرد. آن مرد راضی نمیشد و میگوید که او را میتوانم پرانم. راهبلد پاسخ داده است که بله مرزبانان میپرانند ولی به احتمال زیاد تیر به او نمیرسد زیرا این مسئله با آنها موافقه شده است. و این مرد ناچار هم پول داده و هم جان خود را در خطر مانده از میدان دویده میگذرد چون که او دیگر راهی نداشت. بعضی ها برای فرار از ارتش پوشیدن لباس زنانه و یا هنگام گذشتن از مرز پنهان شدن در باغچه ماشین را انتخاب کردند اما از چشم مرزبانان دور نماندند چون این حالتها اساساً در آغاز حمله وسیع مقیاس ثبت می شدند.
ولی بعداً ساخته‌کاری نمودن حجت‌های کمیسریت حربی روی کار آمد. برای مثال در اول سال جاری ماموران انتظامی یک گروه از پزشکان را بازداشت کردند که به فروش شهادتنامه‌ها مشغول بودند. شخصان 39 ساله دعوت با پرداخت از 5 تا 10,000 دلار با سندهای کاملا قانونی کشور را ترک می‌کردند. در مجموع بازداشت شده‌ها از این راه غیر قانونی به بیش از 30 نفر برای رفتن به خارج مساعدت کردند. حقوقشناس رامان لخاچوف میگوید با در نظر داشت آنکه بیشتر راه‌های غیر قانونی آشکار و جلوگیری می‌شود، اما طلبات می‌ماند و نرخ نیز طرف بالا می‌رود. فعلا شبکه‌های اینترنتی از اعلان‌های مثل پیشنهاد حجت‌ها برای داخل شوی به دانشگاه‌های خارجی، همراهی معیوبان یا ازدواج قلبکی با مادر 3 فرزند خردسال پر شده است. حالا معلوم نیست که چه تعداد از شهروندان اوکراین با راه‌های غیر قانونی کشور را ترک کردند، اما آنها با گذشتن 3 ماه از مهلت قانونشکنی مأموری بدون مشکلات می‌توانند به وطن برگردند. حکومت ولایت بخارای جمهوری ازبکستان برای آبادانی آثارخانه قهرمان تاجیکستان و سردفتر ادبیات شوروی تاجیک صدرالدین عینی مبلغ جدا کرد. این طرح به مناسبت 145 سالگی استاد عینی مورد اجرا قرار داده شد. آن هم در حالی که سالهای زیاد این مکان هدف بی‌توجهی مقامات هم ازبکستان و هم تاجیکستان بود. حالا قرار است با این مبلغ نه تنها آثارخانه بلکه مکتب کهنه دهه ساکتره نیز آباد کرده شود که عینی آنجا تحصیل کرده و حکایه معروف همنامش هم در آن باره نوشته شده است. از دادگاه استاد عینی خبرنگاری ما فرزان محمدی گزارش می‌دهد. تقریباً 100 کیلومتر دورتر از شهر بخارا در همین حوالی در دهه ساکتره ناحیه غشتوان 145 سال قبل عالم، شاعر، نویسنده، اولین پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان، سردفتر ادبیات معاصر تاجیک و قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی تولد شده است. بچگیش را همراه 3 برادرش در این حوالی گذرانده بعد فوت پدر و مادر در بخارا و سمرقند و دوشنبه زندگی کرده است. امین دروازه بابای صدرالدین عینی سعید مراد سعید عمر خوجا ساز کردگی این دروازه. اینو کندکاری استا بوده است، دورادگور استا بوده است. اینو همجا بایم کار کرده است. و شوفرکن طرفی نخه شوفرکن بایم یک مسجد یک جای بنیاد کرده. همجم حوالی جای کرده بشند. زنی سعید عمر خوجا زنی سعید مراد خوجا اصلی از شوفرکنی. نخه شوفرکنی. اوچشون اوچه صدرالدین عینی از شوفرکنی بوده است، ناحیه شوفرکنی بوده است. به گفته باشندگان جماعت ساکتره ناحیه غشتوان ولایت بخارا، این کلمه شکل دیگر شده سدپیری بوده است. یعنی محض در این موضع قبرستان خوجه سدپیری قرار دارد که چندین گذشتگان یا سرآمدان سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی در اینجا دفن شدند و مانند پدرشان سید مراد خوجا، بابایشان سید عمر خوجا، برادرشان محیدین خوجا و دیگر پیوندانشان. این از آن دلالت میکند که طول چندین صد ساله محض در این زادبون نسل گذشته و اولادان صدرالدین عینی عمر به سر بردند. حالا به گفته ساکنان این منطقه تنها 5 عائله از پیوندان عینی باقی ماندند و دیگران به گوشه و کنار دیگر ازبکستان و تاجیکستان کوچ بستند. و این گزارش را به شکل کامل در سایت رادیوی آزادی تماشا کنید. دادگاه شهری مسکو امروز سیاستمدار مخالف حکومت روسیه ولادیمیر کارامورزا را که به خیانت به دولت، پهن کردن اطلاع نادرست درباره ارتش روسیه و همکاری با سازمان نامقبول متهم بود 25 سال از آزادی محروم کرد. خود کارامورزا روز 10 اپریل در سخن آخرینش گفت بیگناه است و از کاری کرده‌اش افتخار دارد. او وضع سیاسی و حقوقی روسیه را به سالهای 30 شباهت داد. بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی در همینجا به آخر می رسد، ولی خبرهای بیشتر در وبسایت و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک توک و ادنکلاسنیکی دسترسند. اگر خودی شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس شوید.